ببینید دوستان، ما هر چقدر داریم به سمت جلو حرکت میکنیم، یعنی میشه گفت از سال 1401 به بعد شیوه های اخذ مالیات داره متفاوت تر میشه. شیوه های مثل مالیات گردش حساب، مالیات دستگاه های کارتخوان و انواع مالیات های دیگه‌ای که داره برامون هر روز و یا به صورت حالا هفتگی و ماهانه از طریق مجلسی داره تصویب میشه. پیشنهاد من اینه که الان همه حوزه ها، چه اشخاص، چه صاحبان کسب و کار، چه افراد معمولی، چه شرکت دارها، همه درگیر مالیات ستانی شدن و این امر رو جدی بگیرین. اطلاعات مالی و مالیاتیتون رو بالا ببرین. اگه شخص هستین، از همون ابتدای امر برای کسب و کارتون شیوه های اصولی رو در پیش بگیرین. یعنی اگه شده مشاوره بگیرین از مشاوران مالی و مالیاتی، از وکلا، از حسابدارهای حالا کارآزموده و کارکشته، راهنمایی بگیرید برای شروع کسب و کارتون، ادامه دادن تو اون فعالیت. اگه شرکت هستین، تمام واریزیه که به حسابتون اتفاق میفته سعی کنید در جهت اون مراوده های فعالیت شرکتتون اتفاق بیفته که برچسب پولشویی به شما تعلق نگیره. اگه شما اطلاعات مالی و مالیاتیتون رو بالا ببرین، کمترین درگیری رو با سیستم مالیاتی کشور دارین و کمتر مالیات میدین. امیدوارم که حرفای من رو جدی بگیرین، اصولی تر پیش برین و کاسه چه کنم به قول معروف دستتون نگیرین که الان من مالیات سنگین برام اومده و واریده شده و باید چیکار کنم که ثابت کنم که این مالیات غیر درآمدی بوده. حتما حساب‌های تجاری از غیر تجاریتون رو هم تفکیک بدین تا اثبات درآمدی و غیر درآمدی بودن اون واریزی حسابتون به راحتی اتفاق بیفته. امیدوارم که برای هممون بهترین اتفاق بیفته.